خب سلام خوشگلای من، بریم یه قلتک طرح چوب رو با هم بسازیم. خب احتیاج داریم به یک چسب قوطی چسب آکواریوم خالی که از وسط نصفش میکنیم و تهش رو اینطوری در میاریم و تهش رو نباید دور بندازیم، لازمه برای قسمت کوچیکش جا میزنیمش قشنگ و اندازه و ابعاد دستمون باشه که قلتک رو بتونیم تو دستمون بچرخونیم و طرحمون رو باهاش اجرا کنیم. خب تو قسمت بعد نیاز داریم به یک واشر کشسان یا اورینگ. بچه ها اینا رو میتونین از لوازم یدکی های موتور تهیه کنید و یا از کش های دستکش استفاده کنید. بعد یک چسب 1 2 3 هم لازم داریم برای چسبوندن این واشرها روی کار. خب دیدین این واشر رو بچسبونید روی کار. قبل شما چسب رو به شکل دلخواه روی سطح کارتون پخش میکنید و واشرها رو میچسبونید، یکی یکی کنار هم میچسبونید و محکم میکنید. قشنگ دورش رو چسب میریزیم که وقتی سیب شد قشنگ محکم بشه. خب من 4 حلقه از این واشرها رو کنار هم چسبوندم و قشنگ چسب ریختم. بریم که تستش کنیم و ببینیم که چطوریه. خب دوستان رنگ رو پخش میکنیم و این هم خروجی کار، یه موج و گره طرح چوب عالی روی کار. خب امیدوارم دوستان لذتش رو برده باشین از این کلیپ هم و ازش استفاده کنید. خب لایک، کامنت و حمایت. برای آموزشات بیشتر پیجمو فالو کن.